17 ژانویه 1961 در اعماق جنگل‌های ایالت کاتانگا در قلب آفریقا، سکوت شب با صدای خشخش شاخ و برگ‌ها و لرزش موتور یک کامیون نظامی شکسته می‌شود. دو مرد بلژیکی در حالی که آستین‌هایشان را بالا زده‌اند و بوی تند الکل و سیگار با بوی نمناک جنگل در هم آمیخته، مقابل یک گودال کم عمق ایستادند. یکی از آنها ژرار سوته، افسر پلیس بلژیکی است. او لرزش دستانش را با جرعه‌ای دیگر از ویسکی کنترل می‌کند. ابزاری که در دست دارند برای یک عملیات نظامی نیست. آنها اره، دستکش‌های لاستیکی ضخیم و دو بشکه بزرگ فلزی به همراه دارند. بشکه‌هایی پر از اسید سولفوریک. ساعتها به کندی می‌گذرد. صدای برخورد فلز اره با استخوان تنها موسیقی متن این کابوس است. آنها مأموریت دارند جسد مرد 35 ساله را که چند ساعت قبل تیرباران شده تکه تکه کنند و در اسید حل نمایند. دستوری که از بروکسل و واشنگتن رسیده. روشن است. هیچ اثری نباید باقی بماند، نه قبری، نه جسدی و نه حتی خاطره‌ای. ژرار سوته سالها بعد در اعترافاتی تکان دهنده گفت: ما 2 شب تمام بیدار بودیم. بوی اسید و گوشت سوخته خفه کننده بود. وقتی کار تمام شد، از آن مرد که چند هفته قبل لرزه بر اندام پادشاهان انداخته بود چیزی جز یک مایه تیره و چند تکه استخوان نیم سوخته باقی نمانده بود. اما ژرار سوته در لحظه‌ای که شاید خودش هم نمی‌دانست مسیر تاریخ را تغییر داد. او یک یادگاری کوچک از میان آن وان اسید برداشت، دندانی با روکش طلا که متعلق به قربانی بود. او آن دندان را در جیبش گذاشت و به مدت 40 سال در یک جعبه سیگار مخفی کرد. مردی که در آن بشکه‌ها حل شد پاتریس لومومبا بود، اولین نخست وزیر منتخب دموکراتیک در جمهوری دموکراتیک کنگو. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.